17مین نمایشگاه ملی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع وابسته فرصتی شده برای معرفی فعالان و دانش بنیان‌های حوزه درمان. از دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی، مهابادی مدیرعامل شرکت دانش بنیان قابلیت اینو داره که 80% هزینه بی خطرسازی بیمارستان‌ها رو کاهش بده، 80% کاهش حجم میده واسه زباله، بین 30 تا 50% کاهش وزن میده، شیرابه و پساب نداره. تا سیستم نرم افزاری ارائه طرح درمان به پزشکان. توکلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان: این سیستم به این صورت که عکس بروشوری از CBCT و اوپیژی دندان داده میشه و نحوه کاشت ایمپلنت، طول و عرض ایمپلنت، جبران کمبود عرض در فک، روش اون به پزشک ارائه میشه توسط. اینها تنها بخشی از محصولات 80 شرکتی است که در فضای 5000 متر مربع این نمایشگاه ارائه شده است. بهروزفر تولید کننده اقدام به تولید دستگاه الکتروشوک قلبی کرده که توی کشور اولین تولید کننده هستیم و همچنین پروتز زانو. حسینی تولید کننده رتراکتور یا اکارتور وان فور آل هستش، واسه اولین بار در آسیا تولید کردیم و در عمل قلب باز ازش استفاده میشه. تجهیزات بیمارستانی، کیت‌های آزمایشگاهی، ست‌های توانبخشی و مکمل‌ها نیز بخشی از محصولات پزشکی هستند که به همت دانش بنیان‌ها از خراسان رضوی به دیگر کشورها صادر می‌شوند. کرباسی رئیس انجمن تجهیزات پزشکی خراسان رضوی: بحث صادرات رو به کشور افغانستان، کشورهای ازبکستان، کشور تاجیکستان و کشورهای اطراف انجام بشه بعضی از اقلام رو و امیدواریم که بتونیم این کار رو با انرژی و توان بیشتری انجام بدیم. رونمایی از محصولات دانش بنیان و برگزاری همایش تجدید از واحدها و کارشناسان برتر مهندسی پزشکی بخشی دیگر از برنامه‌هایی است که همزمان با این نمایشگاه در حال برگزاری است. این نمایشگاه از 17 تا 20 آبان از ساعت 15 تا 20 میزبان علاقه‌مندان است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.